ساختن پادکست کار سختی نیست و خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر میکنید میشه یه پادکست ساخت و قسمت‌هایی رو برای اون توی همه سرویس‌های پخش پادکست منتشر کرد. پادکست یه جور برنامه صوتی اینترنتیه که کسی که بهش میگن پادکستر محتوایی رو براش آماده میکنه، میره پشت میکروفون صداشو ضبط میکنه، بعد شاید یکم روش کار بکنه و تدوین بکنه و بعد از طریق فید RSS اون فایلی که ضبط کرده رو پخش میکنه و ما میشنویمش. توی قسمت اول موضوع تولید محتوای صوتی و ساخت پادکست در مورد تعریف خود پادکست و فید توضیح دادم و مدل‌های مختلف ضبط پادکست و نمونه‌های فارسی اونا رو هم معرفی کردم و توی بخش آخرم در مورد ابزارهایی که میتونیم باهاشون پادکست ضبط کنیم و کیفیت ضبطمون رو بالا ببریم توضیح دادم تا اگر دوست داشتید پادکست بسازید بدونید که ساخت پادکست چطوری هست و چه مراحلی داره. اگرم فقط شنونده پادکست هستید شاید براتون جالب باشه که یه پادکست چطور ساخته میشه. من رضا توکلی هستم و امیدوارم موضوع این قسمت براتون مفید باشه. اگر در مورد ساخت پادکست سوالی هم داشتید حتما بپرسید. لینک تگ بخش پادکست سایت فوربو رو هم توی توضیحات گذاشتم که میتونید توی سایت فوربو برید forbodiem.com و به مقاله های مربوط به پادکست هم دسترسی داشته باشید. دیگه بریم سراغ قسمت 56 چطور پادکست بسازیم. دوازده فوریه سال 2004 گاردین مقاله‌ای رو منتشر کرد با عنوان انقلاب شنیداری. توی اون در مورد چیزی که امروز بهش میگیم پادکست صحبت شده بود. نویسنده مقاله بن همرزلی بود و داشت از دستگاه‌های پخش موسیقی آیپاد تعریف میکرد. آیپاد شرکت اپل و در واقع از محتواهای صوتی که داره روی اون به شکل گسترده شنیده میشه داشت تعریف میکرد و از یه سری کلمه ها برای اینجور محتوا استفاده کرد. کلمه‌ای مثل آدیو بلاگینگ و پادکستینگ. از این مقاله بود که کلمه پادکست بیشتر سر زبون افتاد. پادکست ترکیب دو کلمه آیپاد و برادکسته و توی اون مقاله به کسی که اینجور محتوای صوتی رو هم داره تولید میکنه برادکستر گفته شد. یعنی کسی که داره چیزی رو به شکل گسترده‌ای پخش میکنه که ما امروز بهش میگیم پادکستر. پادکست ها اول به نوعی میشه گفت نسخه صوتی محتواهای تصویری بودن. یعنی مثلا یک جایی توی دانشگاه جایی سخنرانی بود یا حتی رئیس جمهور سخنرانی میکرد و ویدیوی اون رو برمی داشتن و در واقع فایل صوتی ویدیو رو برمی داشتن و توی این سرویس ها توی آیپاد پخش میکردن و مردم در واقع اول اینا رو میشنیدن. اما وقتی که محبوبیت پادکست بیشتر شد میتونیم بگیم پادکست ها تبدیل شدن به ایستگاه‌های رادیویی شخصی. یعنی هر کسی همونطوری که میتونه یه وبلاگ داشته باشه برای خودش و هر چیزی که میخواد رو بنویسه و منتشر کنه میتونه یه پادکست هم داشته باشه و به صورت صوتی هم حرفای خودش رو بزنه و به گوش بقیه برسونه. پادکست ها همینطوری رشد کردن و تعدادشون بیشتر شد. الان طبق آماری که آخر سال 2020 منتشر شده تعداد کل پادکست هایی که از طریق فید روی سرویس اپل پادکست منتشر شدن از 1 میلیون پادکست بیشتر شده. جالبه که بدونید دقیقاً سال قبلش یعنی تا آخر سال 2019 آماری که منتشر شده بود 700,000 پادکست بود. یعنی توی یک سال بیشتر از 300,000 پادکست جدید توی دنیا ضبط و منتشر شده. این 1 میلیون پادکست یا اگر فرض رو بر این بگیریم که هر پادکستر فقط یک پادکست داره میتونیم طوری هم بگیم که این 1 میلیون پادکستر تا الان بیشتر از 30 میلیون قسمت هم به 100 زبان مختلف منتشر کردن. آمارای خیلی جالبی از شنونده‌های پادکست منتشر شده که حالا توی این قسمت چون میخوام بیشتر در مورد ساخت پادکست صحبت بکنم دیگه بهشون اشاره نمی کنم، ولی اگر توی سایت فوربو برید میتونید مطلب مربوط به آمار پادکست رو همین الان پیدا کنید. نسخه پارسالش مربوط به 2019 بود ولی الان آپدیت شده. خب هم توی تعریف اول قسمت و هم توی مقدمه که داشتیم به فید RSS اشاره کردم. در واقع بیشتر فیدو گفتم. RSS فید در واقع یه صفحه‌ای توی اینترنت هست که با پسوند .rss یا .xml ساخته میشه.
اما کار این صفحه چیه و چه ربطی به پادکست داره؟ توی RSS محتوای درون یک سایت یه جورایی دسته‌بندی میشن. یعنی یک سری تگ های مخصوص براش در نظر گرفته میشه و محتوای اون سایت توی این تگ ها دسته‌بندی میشه. مثلا توی RSS یک سایت خبری یه تگی داریم به اسم تایتل که جلوش همون عنوانی رو نوشته که توی صفحه سایت برای کاربرها نشون داده میشه. یا مثلا تگ دیسکریپشن داریم توی اون که یه پاراگراف، در واقع پاراگراف اول اون خبر رو میاد داخلش قرار میده. یعنی محتوای خبر یک سایت خبری رو با این تگ ها دسته‌بندی میکنه. قبلا این دسته‌بندی کمک میکرد که موتورهای جستجو بتونن محتوای صفحه رو دقیقاً متوجه بشن که چی به چیه، ولی الان موتورهای جستجو از چیز دیگه استفاده میکنن. ولی به صورت کلی کاربرد اصلی فید اینه که شما میتونید بیاید فید اون سایت رو بردارید، در واقع لینک اون فید رو بردارید و توی یک سری اپلیکیشن که فید میخونن اون رو وارد کنید. اینطوری میتونیم مثلا 10 سایتی که دوست داریم خبراشون رو دنبال کنیم بریم فید هر کدوم رو برداریم و وارد یک اپلیکیشن بکنیم، مثلا اپلیکیشن فیدلی. حالا وقتی اون سایت آپدیت بشه، یعنی خبر جدیدی توش منتشر بشه، فیدش هم آپدیت میشه. بعد اون اپلیکیشن نوتیفیکیشن میده که فید آپدیت شده و مثلا خبر جدیدی توش اومده. شما میتونید توی اون اپلیکیشن خیلی راحت به همه خبرهای اون 10 سایت با هم دسترسی داشته باشید و خبراشون رو ببینید. خبرهایی که همشون عنوان دارن، شاید دسته‌بندی داشته باشن، عکس داشته باشن و توضیحات کامل و چیزای دیگه. این آیتم ها مربوط به اون سایتی هستن که داره فید رو تولید میکنه. این آیتم ها منظور همون عنوان و دسته‌بندی و عکس و چیزای دیگه است. یک سری المان ها توی فید ها ثابتن، مثل عنوان. همه فید ها عنوان دارن. یا مثلا یک سری چیزا مربوط به یک سری سایت های خاص هستن، مثلا نمایش حجم فایل صوتی که ما توی فید پادکست اون رو داریم، این مربوط به فقط فایل صوتی است و سایت هایی که دارن فید برای محتوای صوتی و پادکست تولید میکنن همچین بخشی رو دارن. و مثلا یک سایت خبری بخش حجم فایل صوتی رو نداره و اصلا نشون نمیده. این توضیحات رو دادم که بگم پادکست ها هم باید توی یک سری سایت آپلود بشن. یک سری اطلاعات باید ازشون وارد اون سایت بشه تا اون سایت بتونه یک فید رو برای پادکست آماده کنه. وقتی فید آماده شد، فید رو باید به سرویس های اصلی پخش پادکست معرفی کنیم، یعنی وارد سایتشون بشیم و بگیم این فید ماه و لطفاً فید ما رو هم مثل بقیه فیدها بخون و منتشر کن. وقتی این اتفاق میفته، شنونده ها میتونن وارد سرویس ها و اپلیکیشن های پخش پادکست بشن و کلی پادکست رو یک جا با هم گوش بدن. پس اپلیکیشن های پخش پادکست در واقع یه جور RSS فید ریدرن که فید کلی پادکست رو توی خودشون ثبت کردن و به شما اجازه میدن که بین اونا انتخاب کنید و هر کدوم رو که دوست داشتید گوش بدید. پس سازوکار فید و خوندن فید پادکست به این شکله. اما فکر کنم خیلی سریع رفتم جلو. برای ساخت پادکست اول باید محتوامون رو آماده کنیم، بعد ببینیم چه مدل ارائه‌ای به درد ما میخوره، بعد ضبط شروع کنیم، تدوین کنیم و آخر سر بریم سراغ کارهای انتشار. اولین مرحله برای ساخت پادکست اینه که ببینیم چه چیزی رو میخوایم ارائه بدیم و اصلا برای چه کسایی میخوایم تولید محتوا کنیم. توی قسمت‌های مربوط به دیجیتال مارکتینگ گفته بودم که 4 فرم اصلی محتوا داریم: متن، تصویر، ویدیو و صوت. توی قسمت‌های قبلی پادکست هم محتوای متنی، تولید محتوای متنی، تولید محتوای تصویری یا همون عکس و تولید محتوای ویدیویی رو بررسی کردیم و توی این قسمت 56 می‌خوایم بریم سراغ تولید محتوای صوتی. قسمت مربوط به پرسونا رو هم اگر گوش ندادید حتما گوش بدید، چون بخش دوم تعریفی کردم، اینکه گفتم بدونیم برای چه کسایی می‌خوایم تولید محتوا کنیم، کاملا مربوط به پرسونا میشه که حالا جلوتر دوباره بهش اشاره هم میکنم. پادکست هم یک فرم از محتوای صوتیه و مثل هر فرم محتوای دیگه اینجا شما هم دارید برای یک گروهی محتوا تولید میکنید. پس در اولین مرحله مثل فرمای دیگه محتوا لازمه که دقیقاً موضوعتون رو مشخص کنید و بدونید میخواید در مورد چه چیزی پادکست بسازید و مخاطب خودتون رو بشناسید.
اگر مخاطب اون موضوع رو بشناسید و بدونید چه ویژگی هایی دارن، اینطوری میتونید محتواتون رو بهتر برای اونا ارائه بدید و شاید کلاً پادکست موفق تری داشته باشید. اما لازمه این شناخت اینه که خب برید در مورد اون گروه تحقیق کنید و کلی اطلاعات به دست بیارید، بعد محتوایی رو متناسب با ویژگی های اونا تولید کنید. این کار هم سخته، هم زمان بره و در واقع پروسه تولید رو خیلی عقب میندازه و کار ساده‌ای هم نیست. معمولاً کسب و کارهای بزرگ به این شکل به سراغ موضوعات مختلف میرن دقیقاً بازارشون رو مشخص میکنن، همون پرسونایی که توی قسمت قبل توضیح دادم رو ترسیم میکنن و یک برنامه تولید محتوای دقیق رو براش میچینن. اما وقتی ما به اصطلاح توان مارکت ریسرچ نداریم، میتونیم بیایم در مورد موضوعاتی کار کنیم که خودمون بهشون علاقه داریم. اینطوری مخاطب اون پادکست در اولین مرحله خودمون هستیم و احتمالاً ویژگی‌های خودمون رو میدونیم دیگه. یعنی با شناختی که از خودمون داریم میتونیم طوری پادکست بسازیم که اول خودمون گوشش بدیم و راضی باشیم، بعدن کسایی که مثل ما باشن اونا هم احتمالاً از گوش دادنش خوششون میاد و پادکست رو دنبال میکنن. شاید از خیلی از پادکسترها شنیده باشید که میگن در مورد چیزی پادکست بسازید که خودتون دوستش داشته باشید و اصلا بخواید بهش گوش بدید. این موارد دقیقاً مربوط به شناخت مخاطب میشه. چون ما خودمون رو میشناسیم میتونیم دقیقاً با توجه به چیزایی که خودمون دوست داریم تولید محتوا کنیم و پیش بریم. اما من یک نگاه بیزینسی هم به این قضیه دارم. راستش من خیلی پادکست رو چیز متفاوتی نسبت به فرمای دیگه محتوا نمیدونم. همونطوری که توی وب غالبا به صورت متن یک سری افراد یا کسب و کارها با یه سری هدف تجاری میان تولید محتوا میکنن و به دنبال بازدید کننده هستن که بعدن اونا رو تبدیل به مشتری کنن یا ازشون درآمد داشته باشن، توی پادکست هم این اتفاق میتونه بیفته. توی رسانه‌های اجتماعی با تولید محتوای تصویری هم داریم همچین چیزی رو میبینیم، یا توی یوتیوب با محتوای ویدیویی، تولید محتوایی که داره براش برنامه‌ریزی میشه و خیلی مشخص هدفهای بیزینسی داره. پس میتونیم منتظر باشیم که توی پادکست ها هم در واقع توی محتوای صوتی همین اتفاق بیفته که داره هم میفته و کسب و کارها دارن خودشون کم کم وارد این حوزه میشن. حرفی که ممکن است بقیه پادکست ها رو شنیده باشید درسته. بهتره که در مورد چیزی که دوست داریم پادکست بسازیم. دلیلش هم اینه که مخاطب یا همون شنونده‌ای که برای پادکست وجود داره خیلی کمه و واقعا به نسبت فرم‌های دیگه محتوا اگر بررسی بکنیم خیلی حجم مخاطبش پایینه ولی داره رشد میکنه و من فکر میکنم میشه با دید بیزینسی هم کاملا بهش نگاه کرد. پس به نظرم این دوتا دیدگاه رو با هم داشته باشید. خب حالا در مورد هر چیزی که فکر کردید و خواستید پادکست بسازید، دوتا نکته رو میخوام بهش اشاره کنم. اگر میخواید شنونده طبیعی داشته باشید و پادکستتون رشد بکنه همینطور بره جلو، مثل هر مدل محتوای دیگه‌ای و کلا مثل هر کار دیگه‌ای باید به صورت مستمر پادکست ساختن رو ادامه بدید. دقیقاً در ادامه همین نکته دومم میخوام بگم که سعی کنید یه برنامه مشخص برای انتشار قسمتاتون داشته باشید. خیلی مهمه که پادکستتون فعال باشه و مدام قسمت جدید براش بیاد. 3-4 تا قسمت ضبط کنید بعد قسمت بعدی بره 2 ماه دیگه خیلی جالب نیست. یه چیز دیگه هم میگم که حالا منبعی من براش ندارم و بر اساس تجربه خودم میگم. توی سیستم پیشنهاد دادن پادکست توی اپلیکیشن پادکست اپل و همینطور اسپاتیفای، تا حدودی هم کست باکس، البته کست باکس مقدار مدلش متفاوته، من هر چی پادکست دیدم که به معرفی کرده پادکستای فعال بودن که مدام داره قسمت جدید درشون میاد طبق یک برنامه‌ریزی، حالا شاید مثلا هر هفته 2 هفته یا 1 ماه یه بار. اصلا یادم نمیاد پادکستی توی این سرویس ها بهم پیشنهاد شده باشه که مثلا آخرین قسمتش مال 6 ماه پیش باشه. من اینطوری ندیدم. هر چی بوده پادکستای فعال بودن. به همین خاطر پیشنهاد میکنم قبل از شروع انتشار پادکستتون یه برنامه‌ریزی براش داشته باشید و توی یک سری روزهای خاص پادکستتون رو منتشر کنید. هم برای این سیستم پیشنهاد دادن خوبه فکر کنم و همین که مخاطبتون بهتر میدونه که شما دارید چی کار میکنید و باید چه زمانی منتظر قسمت‌های جدید از سمت شما باشه.
قبل از اینکه بخش محتوا رو تموم کنیم، یکی من میخوام در مورد فرم‌های مختلف پادکست توضیح بدم که البته شاید خیلی هم مهم نباشه چون حالتهای ترکیبی زیادی هم با هم داریم، ولی خب بهتره که یه آشنایی با انواع فرم‌های پادکست داشته باشیم. مرسوم ترین فرم ضبط پادکست های تک نفره یا تک میزبان هستن، سولو پادکست. فرمایی که همین الان در حال شنیدنش هستی دقیقاً توی همین فرمه. یکی اطلاعاتی که میخواد ارائه بده رو آماده میکنه، جمع‌آوری میکنه، میره جلوی میکروفون و شروع به ضبط کردن میکنه. الان طبق چیزی که گفتم احتمالاً متوجه شدید که خیلی از پادکست‌های تک نفره هستن. از پادکست‌های معروف فارسی هم توی این فرم میتونم پادکست بی پلاس، استرینکست، رواق و دایجست رو معرفی کنم. فرم بعدی پادکست‌های مصاحبه‌ای هستن، اینترویو پادکست، که یک میزبان با یک کسی دیگه‌ای که مهمان باشه مصاحبه یا گفتگو میکنه که به نظرم خیلی فرم جذابیه. دیالوگ، رادیو دال و رادیو کار نکن یا طبقه 16 هم نمونه‌هایی از پادکست‌های مصاحبه‌ای هستن. فرم بعدی که میشه پادکست میزگرد یا گفتگو محور، پنل شو یا راند تیبل پادکست بهش میگن، تقریبا شبیه همون مدل مصاحبه میتونن باشن، ولی خب اینجا افراد بیشتری معمولا توشون شرکت میکنن و طولانی ترن. مثلا پادکست هاگیر واگیر یه جور پادکست میزگرد به حساب میاد، یا پادکست خودکست. فضا کلا اینطوریه که چند نفر جمع میشن دور هم و در مورد یک موضوع یا چند تا موضوعی با هم صحبت میکنن. نوع دیگه پادکست با 2 میزبان هست، یا بهش پادکست با میزبانی مشترک هم میگن، مالتی هاست پادکست. خب مشخصه دیگه، اینجا 2 تا میزبان اصلی داریم و فضای پادکست در مورد هر موضوعی که باشه بازم یه حالت گفتگو محور میتونه داشته باشه، میتونه هم حالا نداشته باشه، ولی کلا پادکست‌های جذابی هستن، مخصوصا اگر 2 تا میزبان خیلی خوب با هم مچ باشن و بتونن همدیگه رو کامل بکنن. از بین پادکست‌های فارسی هم میتونن پادکست 10 صبح، پادکست آجیل و فیکشن رو توی این دسته معرفی کنم. فرم بعدی که تقریبا میشه گفت جذاب‌ترین فرم پادکست هست، پادکست‌های قصه‌گو هستن، قصه‌گوی داستانگو، استوری تیلر. این نوع پادکست خودش 2 تا دسته اصلی داره که کاملا با هم متفاوتن. اول پادکست قصه‌گوی غیر داستانی، نان فیکشن استوری تلینگ پادکست. قصه‌گوی غیر داستانی یعنی پادکستر میاد یه چیزی رو روایت میکنه. اون چیز میتونه روایت یک شخصیت باشه، میتونه روایت یک اتفاق یا رویداد باشه و چیزهای دیگه. پادکست چنل بی دقیقاً توی این دسته قرار میگیره، یا مثلا پادکست پادکست رافکست یا پرچم سفید و همینطور رادیو مرز. اینا نمونه های شناخته شده پادکست قصه‌گوی غیر داستانی توی زبان فارسی هستن. مدل بعدی قصه‌گو میشه قصه‌گوی داستانی، فیکشن استوری تلینگ پادکست. اینجا هم طبیعتاً روایت داریم، ولی فرقش اینه که مشخصاً داریم به یه داستان گوش میدیم و اصلا میتونیم بگیم که عین نمایشنامه رادیویی یا مثلا فیلمی که دارید فقط صداش میشنوید، چون شخصیت‌های مختلف داره معمولاً و حتی ممکنه گوینده‌های اونا هم با هم متفاوت باشه. دقیقاً 2 سال پیش قسمت 6 فوربو که اونم در مورد ساخت پادکست بود، توی اون قسمت گفتم که پادکست قصه‌گوی داستانی فارسی نداریم، که البته اشتباه میکردم چون یکی بود و من نمیشناختمش، ولی الان میتونم 2 تا پادکست خوب فارسی که دارن داستان اورجینال تعریف میکنن رو بهتون معرفی کنم. ساعت 0 و سمیکالون نمونه های این سبک پادکست بین پادکست های فارسی هن. فرم آخری هم که میخوام معرفی کنم پادکست ترکیبی هست یا مجله صوتی هم بهش میگن، آودیو مک. اینجا دیگه ممکنه یه قسمت چند تا موضوع مختلف داشته باشه، یه بخشش میتونه مثل پادکست های تک نفره باشه، یه بخشش ممکنه گفتگو باشه یا حالتهای دیگه. توی پادکست های فارسی رادیو دیو، رادیو بندر تهران و
ایستگاه فضایی از این جنس پادکستم. خب اینم از فرم ها. پس توی اولین مرحله برای ساخت پادکست باید به محتوامون، برنامه‌ای که براش داریم و فرمی که دوست داریم اون رو در واقع اون محتوا رو باش ارائه بدیم فکر کنیم و بعد بریم سراغ مرحله بعدی، یعنی ضبط. ضبط صدا مرحله خیلی مهمی توی ساخت پادکسته، ولی به نظرم مهمترینش نیست. مرحله قبل یعنی محتوا کاملا ارزشش بیشتره. کسی به خاطر کیفیت صدای یه پادکست نمیره اون رو گوش بده، ولی برعکسش هست. به خاطر محتوای خوب آدما حاضرن که حالا یکم کیفیت معمولی تر رو هم تحمل کنن. منظورم الان از کیفیت فنی صدای، کیفیت ضبط کار، نه صدای خود پادکستر. اول از همه بگم که نیازی به استودیو رفتن برای ضبط پادکست نیست و توی خونه هم میشه خیلی با کیفیت صدا رو ضبط کرد. فقط یکم باید شرایط رو براش آماده کنید که بستگی به دستگاهی داره که شما دارید باهاش ضبط میکنید. اولین ابزار و شاید بهترین ابزار برای شروع موبایلتونه. الان کیفیت ضبط همه موبایل ها توی لول خوبیه و با یک تدوین خیلی ساده و نویز گرفتن میشه واقعا صدای شفاف و خوبی رو ازش خروجی گرفت که حالا جلوتر در موردش بیشتر توضیح میدم. نکته که به نظرم باید توی ضبط با موبایل رعایت بکنید اینه که اول از همه موبایل رو یه جای ثابت بذارید که اصلا تکون نخوره. این نکته اول. نکته دوم اینه که فاصله خودتون با موبایل رو تغییر ندید. یکم تست بگیرید اولش، ببینید تا چه فاصله صدا خوب ضبط میشه، بعد دقیقاً از همون نقطه بیستید و ضبط بکنید. بخوام بگم که خیلی نباید جلو عقب بشید، چون توی موبایل واضح این مورد میتونه توی فایل خروجیتون مشخص باشه و شنونده رو اذیت کنه. البته ربطی به موبایل هم نداشت، با میکروفون هم باید معمولاً یک فاصله استاندارد و مشخصی رو داشته باشه و کلاً زیاد تکون نخورید و چون دیگه هم ستینگ ضبط کلاً به هم میریزه. با هندزفری موبایل هم میتونید ضبط کنید اگر کیفیتش خوبه، که اینم باز بعد مثل موبایل توی یه جای ثابت بذاردش که تکون نخوره. یه سری هندزفری‌ها که خودشون یه حالت گیره مانندی دارن که میتونید به لباستون وصلشون کنید تا تکون نخوره، که روش خیلی خوبی برای ثابت کردنش. اگرم گیره ندارید میتونید با یک سنجاقی با یه چیزی سیمش رو به لباستون، در واقع به یقتون بچسبونید تا در واقع ثابت باشه و بتونید راحت ضبط رو انجام بدید. اگرم بیسیمه که چه بهتر. پس مهمترین نکته برای ضبط با موبایل و هندزفری موبایل اینه که ثابت باشه و تکون نخوره و فاصله خودتون هم باهاش زیاد نباشه و عقب جلو در واقع نشید. روی موبایل از یه چیز دیگه هم میتونید استفاده کنید. اگر میخواید کلا فرآیند ضبط رو با موبایل انجام بدید، یک سری میکروفون های یقه‌ای هستن که الان برای ضبط ویدیو دارن ازشون زیاد استفاده میکنن. از اونا هم میتونید روی موبایل استفاده کنید. اونها هم کیفیت خوبی دارن و از کیفیت میکروفون خود موبایل یه چند لول بالاترن. کارم باشون خیلی ساده است. همین که وصلشون کنید به موبایل میتونید برید توی نرم افزار ضبط صدا و ضبط رو انجام بدید. هیچ تنظیمات و دردسر خاصی ندارن. بجز موبایل و اون میکروفون یقه‌ای که معرفی کردم، میتونید از ضبط کننده های صدا یا همون ریکوردرها هم استفاده کنید. خوبی رکوردرها اینه که میتونید راحت جابجاشون کنید و ببرید توی محیط‌های مختلف ضبط رو باشون انجام بدید. برای پادکست‌های مصاحبه‌ای و کلاً گفتگو کردن گزینه خوبی هستن اگر بخواید میکروفون رو با خودتون جای ببرید و ضبط بکنید. به این خاطر میگم برای پادکست‌های مصاحبه‌ای خوبن، چون لازم نیست مثلا با خودتون لپتاپی ببرید و بخواید در واقع صدا رو با اون ذخیره کنید. ریکوردرها خودشون حافظه داخلی دارن و میتونید راحت همونجا فایلتون رو سیو کنید، وگرنه توی خونه هم میتونید تک نفره باشون ضبط بکنید و کیفیت صدای خوبی داشته باشید. ریکوردرهای مختلفی هم داریم. سونی و زوم دوتا از برندهای خوب بازارن و مدل‌های مختلفی دارن. بعضیشون خیلی ساده‌ان، بعضیشون هم امکانات زیادی دارن، مثل ریکوردرهای زوم که بعضیشون تنظیمات زیادی در حد یک کارت صدا رو میتونن در اختیارتون قرار بدن و میتونید خیلی حرفه‌ای باهاشون ضبط رو انجام بدید. بعد از موبایل و ریکوردرها از میکروفون‌های حرفه‌ای هم میتونید استفاده کنید. حالا اسم حرفه‌ای رو نمیدونم درسته یا نه، ولی میکروفون‌های مختلفی داریم توی بازار که تقریبا بهترین کیفیت رو برای ضبط در اختیارتون قرار میدن.
حرفه‌ای ترین حالت اینه که یک میکروفون استودیویی با یک کارت صدای حرفه‌ای بگیرید و با اون ضبط بکنید. اما اول کار که هیچ، حتی وقتی که یه مدت ضبط کردید و خاصی حرفه‌ای تر هم بشید، به نظرم نیازی نیست خیلی تجهیزات حرفه‌ای بگیرید، چون واقعا با یک سری از میکروفون‌های معمولی هم میشه کیفیت خیلی بالایی رو خروجی گرفت. نکته دیگه‌ای هم که وجود داره اینه که از یک سطحی به بالاتر شنونده شما اصلا شاید متوجه این تغییرات نشه و شما وقتی به یک لول خوبی در صدا برسید دیگه اضافه ترش و کلا تجهیزات حرفه‌ای تر و اصلا وارد استودیو شدن و ضبط کردنش شاید خیلی برای شنونده‌تون اصلا اهمیت نداشته باشه و میگم از یک لولی بالاتر دیگه کیفیت صدا خیلی مناسب و خوبه و خیلی لازم نیست وسواس در این زمینه داشته باشیم. یک سری میکروفون‌ها هستن که حالا جزء دسته‌بندی میکروفون‌های استودیویی هم قرار میگیرن، ولی با کابل USB بدون نیاز به کارت صدا یا وسیله جانبی دیگه‌ای میتونید ازشون استفاده کنید. فقط کافیه وصلشون کنید به سیستمتون و با یه نرم افزاری شروع به ضبط کنید. هم برای ضبط پادکست و هم برای ضبط ویدیو گزینه‌های خیلی خوبی هستن. میکروفون‌های USB بهشون میگن. حالا اینا هم کلی مدل دارن و کیفیتاشون هم متفاوته، ولی به صورت کلی اگر بخواید توی سطح بالای ضبط رو انجام بدید نیازتون رو کاملا برآورده میکنن. خب این از معرفی ابزارهایی برای ضبط صدا. حالا میخوام یه سری ابزار و لوازم دیگر رو بهتون معرفی کنم که میتونن کیفیت صداتون رو خیلی خوب بالا ببرن بدون اینکه بخواید میکروفونتون رو عوض کنید. مهمترین وسیله جانبی به نظرم پاپ فیلتره. چه میکروفون حرفه‌ای داشته باشید و چه با موبایل ضبط کنید، به نظرم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. همین الان دستتون رو بگیرید جلوی دهنتون و بگید پ، بگید ت. یه سری حرفا وقتی تلفظشون میکنید هوا با فشار از دهنتون خارج میشه و اینا کیفیت ضبط رو پایین میاره. بهتره که اون هوایی که از دهن خارج میشه همیشه یکسان باشه. پاپ فیلتر کمک میکنه که صداتون یک نواخت ضبط بشه. در واقع پاپ فیلتر یا پاپ شیلد هم بهش فکر کنم میگن. یه چیز گردی هست که بینش دو لایه پارچه توری مانند قرار گرفته و احتمالاً دیدی توی عکس و فیلم مختلف که میان میذارنش جلوی میکروفون. خب من همین الان توی ضبط کلمه پاپ فیلتر رو تلفظ کردم و کلا اون پ و ت که گفتم هوای زیادی از دهان خارج میکنن رو بهشون اشاره کردم. الان میخوام یک لحظه پاپ فیلتر رو بردارم و بدون پاپ فیلتر هم این کلمات رو تلفظ بکنم تا تفاوتش رو به صورت زنده دقیقاً متوجه بشید. خب من پاپ فیلتر رو برداشتم و وقتی کلمه پ یا کلمه ت رو من تلفظ میکنم یک سری در واقع هوای زیادی از دهن من خارج میشه و این باعث میشه کیفیت ضبط رو یه مقدار بد بکنه. من الان دوباره پاپ فیلتر رو جلوی خودم گذاشتم و الان صدای من حتی یه مقدار افتاد. الان صدای من یک نواختره و خیلی به نظرم روی کیفیت ضبط تاثیر داره، هم روی میکروفون هم روی موبایل. شما هم اگر الان برای ضبط پادکستتون از پاپ فیلتر استفاده بکنید خیلی راحت میتونم بگم که کلا ضبطتون رو یه لول میبره بالا. یه چیز دیگه هم هست که حالا دقیقاً نمیدونم اسمش چیه، فکر کنم بادگیر بهش میگن یا ابر میکروفون هم شنیدم. این هم تقریبا کارش مثل همون پاپ فیلتر، با این تفاوت که مثل یه روکش میاد روی میکروفونتون و جلوی میکروفونتون رو میگیره و باعث میشه موقع ضبط صداتون یک نواخت بشه، حتی یک مقدار حجم میکروفون رو زیاد میکنه. بجز پاپ فیلتر از فوم‌های آکوستیک هم میشه استفاده کرد و محیطای استودیویی رو دیدید دیگه، پر از این فرم هاست و دیوارها و همه بخش اتاق رو باهاشون میپوشونن. کاری که این فوم ها انجام میدن اینه که جلوی رفت و آمد صدا رو میگیرن، یعنی نمیذارن صدای پخش بشه توی محیط. این فوم های آکوستیک جنسشون طوریه که با درصد زیادی جلوی پخش شدن صدا رو میگیرن، ولی به صورت کلی بدونید که همه اجسامی که توی یک اتاق هستن این قابلیت رو دارن که مانع پخش شدن صدا بشن. مثلا شما وقتی توی یه خونه‌ای میرید که خالی باشه یا توی یه اتاقی که هیچی توش نباشه، وقتی بلند صحبت بکنید قشنگ صداتون رو میشنوید که داره پخش میشه، اما وقتی وسیله توش بیاد این اتفاق نمیفته و این وسایل صدا رو در واقع میگیرن.
برای ضبط هم بهتره که حواستون باشه تا جلوی این پخش شدن صدا رو تا جایی که میتونید بگیرید. واسه همین پادکسترها معمولا میرن یه گوشه‌ای، یه جایی توی محیط کوچیک و بسته‌ای اونجا ضبط رو انجام میدن، یا مثلا با بالشت و پتوی محیطی رو میسازن که جلوی پخش شدن صدا توش گرفته بشه. توی سایت یک سری عکس از محیط ضبط چند تا پادکست رو گذاشته بودم قبلا که میتونید ببینید. به هر حال بهتره که توی یه محیط کوچیک ضبط بکنید که هوای کمتری اونجا جریان داشته باشه. ولی برای بهتر شدن کیفیت میشه از فوم‌های آکوستیک هم استفاده کرد. هم اطراف خود میکروفون خوبه که بذارید، هم گوشه‌های اتاق. در واقع کنج‌های اتاق اونجا بیشتر باعث پخش شدن صدا میشن. اتفاقا به همین خاطر یه مدل فوم‌هایی داریم که مخصوص گوشه‌های دیوار ساخته شدن و خیلی راحت میتونید یه گوشه نصبشون کنید. اگر بخواید فوم نصب بکنید توی اتاق، هر قسمت اتاق رو که نصب بکنید هی احتمال داره که وسواستون بیشتر بشه و اصلا بخواید کل اتاق رو یه دفعه از این فوم‌ها کار بکنید. اما بجز این فوم‌ها از یه ابزار جالب دیگه هم میشه استفاده کرد. آیزولیتر یا آیزولیشن شیلد فکر کنم اسم دیگهش بود. یه چیزیه، یه جور شکل نیم دایره‌ای مانندی داره که کاملا خودش با فوم آکوستیک پوشیده شده و میتونید این رو بذارید دور میکروفونتون تا فضای اطراف میکروفونتون کاملا پوشیده بشه. اینم وسیله به درد بخوریه و توی ضبط شخصی توی خونه خیلی میتونه به کار بیاد که البته من ازش استفاده کردم و اون نتیجه که میخواستم رو باهاش نگرفتم که حالا بیشتر توضیح در موردش میدم. پاپ فیلتر و فوم آکوستیک و آیزولیتر شدن ابزارهایی که برای بالا بردن کیفیت صدا میتونن بهتون کمک کنن. اما واقعا به نظرم این کارا لازم نیست و همونطور که گفتم الان میخوام تجربه خودم رو از ضبط صدا و بررفتن با این وسایل بهتون بگم و توضیح بدم که من الان برای ضبط صدا دارم چی کار میکنم. خب بخش اول موضوع تولید محتوای صوتی و ساخت پادکست تموم شد و تو این قسمت در واقع به خود تعریف پادکست و مدل هایی که داره، فرمایی که داره پرداختیم و همینطور ابزارهایی برای ضبط صدا و بهتر کردن کیفیت رو تو این قسمت معرفی کردم. توی قسمت بعدی میریم سراغ تدوین و در واقع تجربه خودم رو میخوام از یک تکنیکی توی تدوین بگم که کیفیت رو خیلی خوب در واقع بهتر کرده با ابزار خیلی کمتر و همینطور انتشار پادکست و سرویس های میزبانی رو توی قسمت بعدی بررسی میکنیم. به سایت forbodm.com حتما سر بزنید. لینک مقالاتی که مرتبط با پادکست هستن رو هم توی قسمت توضیحات قرار میدم. اگر سوالی هم داشتید حتما در این موضوع در خصوص ساخت پادکست حتما بپرسید. توضیح دیگه ای نیست. مرسی که تا انتها به قسمت 56 گوش دادید. منتظر قسمت بعدی و ادامه موضوع ساخت پادکست باشید.